بلوچستانی شهر کونی بودون به تحقیق مرگ یک زن و شوهر آغاز کرده است. طبق فرضیه این دو نفر گویا به سبب باکره نمودن دخترشان قصد جان خود نمودند. مقامات میگویند مراد جان غنیف ساکن جماعت پولودون خود را شب 13 ایول در خانه آویخته است. صبح همان روز همسر او شایره خان غنیوه همراه با دختر 19 سالش به سویل کانال فرغانه رفتند. نخست مادرش خود را به کانال انداخت ولی دختر جرأت نمیکند خود را به آب پرتاید. ما همون ساعت چه زدن رفتیم همونجا شعبه کارهای داخل آدم‌ها اومدن پروکراتور بودن تاکسی که رفتگی همونجا زده آب و زنک پرتافته دخترشان پرتافتنی بوده که این تاکسو کچالک گستگی این طرح ماجرا بیناشون خیلی دیگه نمیدونیم. حالا یگانه شاهد فاجعه دختر خانواده حالت بدی روانی دارد و در وضع نیست که به سوالهای مفتشان جواب بدهد. مقامات میگویند که در واقع خانواده دختر خود را برای تشخیص حتمی طبی پیش از ازدواج برده بودند ولی حالا نمیدونند که در واقع مسئله باکرگی سبب خودکشی شده باشد یا نه.